سلام بچه آموزون با آموزش ساخته یه پایه هویه خیلی مدرن و جدید با کلی امکانات پیشرفته. خب ما دیگه نمیتونم درست در آرام دوباره بس کنم چون چسب زدم. فقط بهتون توضیح میدم که چی کار کردم. اینجا یه پیش کردم، یه تخت چوب. این تخت چوب همه کابینت سازی ها دارم، میتونید پیدا کنید. یه تخت چوب انقدی داریم به اینجا یه ذره پیچ میکنیم. من توشم یه ذره چسب هم ریختم، این چسب ریختم که صفر بزن پیچش کردم. بعد اومدم این یه تخت چوب به اینجا با چسب قطره‌ای زدم و اینجا یه دونه لامپ کار کردم، که وقتی این سیمشو بزنیم به لامپ، این سیمشو بزنیم به باتری، کنار باتری دسترسی ندارم ولی واسه روشن کردم تستشون. خب بعد اومدم یه دونه گیر آهنیا واسه مثلا لحیم کردن همه چی اینا درست کردم با یه پیچ و یه واشر و یه سیم مفتول به یه گیره بستم. خب بعد اومدم اینجا یه پایه بود چسب زدم، یه فن اینجا مکنده زدم که وقتی دود لحیمو میده دود لحیمو میکشه میره تو خودش دیگه. گربه